نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة. بعد از سوره اعلا در این سوره الله عزوجل هم بشارت هم تخویف اخروی بیان می فرماید، هم بشارت بیان می فرماید و این سوره تتمه اون سوره هست، تکمیل اون سوره هست. الله عزوجل آغاز می فرماید سوره را با تخویف. هل اینجا به معنی قد هست، قبلا خواندیم به معنی تحقیق. هل اتاک حدیث الغاشیه، به درستی آمد پیش تو سخن غاشیه. غاشیه یعنی اون خبری که همه را تحت پوشش قرار میده. منظور روز قیامت است، اون چیزی، اون روزی که همه را تحت پوشش قرار میده. الله میفرماید روز غاشیه چه روزی هست؟ وجوه یومئذ خاشعه، چهره هایی هستند در آن روز خاشعتون. خاشعه به معنی ذلیل اینجاست، ذلیل من الحزن والهوان، از بس که غمگین است و هم از بس که پریشان است، ذلیل است این چهره ها. عاملتون ناصبه، این چهره هایی هست که عامله هست، یعنی سخت کار میکنه اونجا در قیامت. و ناصب خسته هست. چطور سخت کار میکنه؟ مگه اونجا جای بیل هست، جای تیشه هست، جای حمالی هست؟ بله، اونجا انسان عامله هست، حمالی میکنه. چرا حمالی میکنه؟ علامه عمادی در تفسیر ابو السعود نوشته ای تعمل اعمالا شاقه تتعب فیها، اعمال سختی انجام میده که خسته میشه. اعمال سختش چیه؟ وهی جر السلاسل والاغلال، زنجیرها را با خودش میکشه، طوقها را با خودش میکشه. والخوض فی النار، در آتش فرو میره. اینا همه مشکل هستند، خستهش میکنن. به قول محلی پدرش را در میارند، خیلی برایش سنگین میشه. لذا این اعمال را الله میفرماید که اونجا انسان انجام میده. بعدش تصلا نارا حامیه، وارد میشه در اون آتشی که بسیار داغ هست. تسقا من عین آنیه، آب داده میشه، نوشانده میشه از چشمه‌ای که بسیار گرم هست، بسیار جوش هست. لیس لهم طعام الا من ضریع، الله میفرماید برای اونها در جهنم هیچ خوراکی نیست، هیچ طعامی نیست مگر ضریع هست. ضریع چیه؟ ضریع یک خار بسیار خطرناکی که در سرزمین عرب بود. هیچ حیوانی حتی بهش نزدیک نمیشه، سم داره، زهرآلود است. چنانچه علامه قرطبی گفته از قول بعضی از تابعین مثل عکرمه و مجاهد، قال عکرمه و مجاهد الضریع نبت ذو شوک، ضریع یک بوته‌ای هست که خار داره، لاصق بالارض، به زمین چسبیده، زیاد قد نداره، به زمین چسبیده. تسمیه قریش الشبرق، قریشی ها به شبرق میگویند.
اذا کان رطبا، وقتی که تر بشه یعنی سبز بشه، سبز باشد به شبرق میگن. اما فاذا یبس، وقتی که خشک بشه، فهو الضریع، اسمش چی است؟ ضریع است. لا تقربه دابة ولا بهیمه، هیچ موجود زنده و هیچ چارپای نزدیکش نمیاد. ولا ترعاه، اونجا نمیچرد. و هو سم قاتل و هو اخبث الطعام، سم قاتل است و بدترین طعام هست. و اشنعه، و شنیعترین و زشترین و خرابترین طعام هست. علی هذا عامة المفسرین. پس ضریع چنان غذایی هست، الله می فرماید غذای اینها ضریع هست. چند نوع هست، زقوم هم هست، ضریع هم هست. الله می فرماید لا یسمن ولا یغنی من جوع، این غذا هیچ فایده برای انسان نداره. لا یسمن یعنی چاق و فربه نمی کند، ولا یغنی من جوع، حتی گرسنگی را هم از بین نمی برد، بیشتر آدم را فقط شکنجه می دهد. لذا این چهره ها در روز قیامت هستند، در این زحمت و در این بدبختی و ذلت. الله ما را پناه بده. و وجوه یومئذ ناعمه، الله می فرماید چهره های دیگه هستند که در ناز و نعمت هستند. لسعیها راضیه، این چهره ها اون چهره هایی هستند که نسبت به سعی که در دنیا داشته راضیه. در دنیا خوب عمل کرده، ربش را راضی کرده، نمازش را فوت نکرده، صدقه داده، نسبت به همه احسان داشته، اخلاق داشته، ظاهرش باطنش خوب، هم حق الله ادا کرده هم حق بندگان الله. اون چی که در دنیا کرده، سعی که در دنیا کرده چیه؟ راضیه، این نفس راضی هست. فی جنت عالیه، این انسان در جنتی هست که عالیه، جنت بالا، بلند مرتبه. لا تسمع فیها لاغیه، در اون بهشت لغو نمیشنود، چیز بیهوده نمیشنود. فیها عین جاریه، در آن بهشت چشمه هایی هست که جاری. فیها سرر مرفوعه و اکواب موضوعه، الله می فرماید در آن بهشت سرر، تخت هایی هست، مرفوعه، این تخت خیلی بلند هست. این تخت چیه؟ خیلی بلند هست. بعد از این ذکر شتر می آید. علما مفسرین نوشتند که این تخت ها را الله تعالی شکل اون شتر درست کرده. یعنی چه؟ یعنی وقتی که شما میخوای برید سرشون قرار بگیرید، میاند پایین، چنانچه سر شتر وقتی میخوای بشینی میخوابونی، وقتی که سوار شده بعد چی میشه؟ بلند میشه. پس این تخت ها چنین هستند که وقتی که میخوای سرشون قرار بگیری اینا میان پایین، و وقتی که انسان رویشون بنشینه دوباره میرن بالا. من درس کردم امروز این مسئله حله دیگه. شبیه این خیلی ما چیزها داریم، مثل آسانسور. شما میخواید سوار بشید میاد پایین، شما داخلش قرار میگیرید، دکمه را میزنید میره بالا، 20 طبقه میره. لذا الله میفرماید این تخت ها بلند هستند. و اکواب موضوعه، اونجا پیاله ها هستند، به اصطلاح فنجان ها هستند، جام ها هستند، موضوعه گذاشته شدند که هر نوع شرابی تونها هست. و نمارق مصفوفات، و بالشت ها و پشتی هایی که به صف گذاشتند، به صف چیدند. و زرابی مبثوثا، و همچنین قالیچه های مبثوثا. مبثوثا یعنی زرباف، چنان بافته شدند، با طلا و نقره بافته شدند، یعنی چنان زیبا. الله می فرماید افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. بعضی گفتن این متفرع بر ما قبل است، چون به ظاهر نگاه میکنیم بحث بهشت، ناگهان بحث شتر آمد. بعضی مفسرین گفتن این ارتباطش به این صورته که فیها سرور مرفوعه فرمود. سرور مرفوعه، این شک ایجاد میشه که روی این تخت چطور انسان بخوابه.
الله عز وجل مثال شتر را ذکر میکنه. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، به شتر نگاه نمی کنی که چگونه آفریده شده؟ میاد پایین میره بالا. پس این متفرع هست بر سرور مرفوعه. و باز الى السماء کیف رفعت، آیا به آسمان نگاه نمی کنی که چگونه رفیع و بلند آفریده شده؟ و اکواب موضوعه، بر اون متفرع است که جامهایی هستند بلند بلند بالا بالا برای انسان گذاشته شده، هر وقت انسان بخواد دست میبره بر میداره. و الى الجبال کیف نصبت، این متفرع بر نمارق و مصفوفه است، متفرع بر نمارق و مصفوفه. الله فرمود بالشت ها و پشتی ها مثل کوه، کوه ها رو نگاه کن چطور نصب گویا دو زانو نشسته. و الى الارض کیف سطحت، این متفرع بر زرابی و مبثوثه است، قالیچه ها مثل زمین، که زمین چطور پایین هست فرش هست، این قالیچه هم اینطور فرش میشه. بعد از این الله میفرمه فذکر انما انت مذکر، ای پیامبر بترسان، بیم بده، جز این نیست که شما ترساننده هستی. اما حضرت مولانا عبیدالله سندی رحمت الله علیه اینجا یک تقریری دارد که بنده همیشه ذکر میکنم برای داعی، دعوتگر، کسی که در راه خدا دعوت میده، برای اون خیلی مفید و لازم است. هم طلاب عزیز این صفات را پیدا بکنن، هم عزیزان دعوت و تبلیغ، کسانی که الله عزوجل اونها را توانایی داده که دعوتگر هستند، مردم را به سوی دعوت، به سوی خدا دعوت میدن. اینجا ایشون میفرماید که الله عزوجل به پیغمبرش خودش گفته فذکر، ای پیغمبر تو پند بده مردم را. قبل از این 4 چیز را خدا ذکر کرده، یکی شتر، یکی آسمان، یکی کوه، یکی زمین. به ظاهر هیچ مناسبتی نداره ولی خیلی مناسبت داره. در این 4 چیز صفاتی هست که این صفات باید در یک داعی، در یک دعوتگر باشه. مثلا شتر چه صفتی داره؟ شتر ساده زیست است. شتر مثل بقیه حیوانات برای بالخصوص خورد و خوراک خودش ناز نداره. هر وقتی که بره علفی جلوش باشه، گلی باشه، خوشبو باشه، خاری باشه که بدطعم باشه و تلخ باشه، هر چی باشه میخوره. در زندگی تکلف نداره، تجملاتی نیست. لذا یک دعوتگر ساده زیستی را باید از شتر یاد بگیره. ایشون میفرمایند ببین شتر چگونه آفریده شده، لذا خصوصیاتی که شتر داره باید تو داشته باشی. دوم و الی السماء کیف رفعت، آسمان را ببین چقدر بلند خلق شده. یعنی یک دعوتگر باید افق بسیار بلندی داشته باشه، خیلی دوراندیش باشه. آسمان چقدر دوره، چقدر بلنده، انسان نگاه میکنه خسته میشه از بس بلنده. لذا تنگ نظر نباشه، جلوی پاش را نگاه نکنه، زود پرخاش نکنه، زود درگیر نشه، اون دنیا را نگاه کنه، اجر اون دنیا را نگاه بکنه، سعی بکنه که مردم را به هر نوعی شده به سوی هدایت و به سوی دین راهنمایی بکنه. لذا این صفت دوم هست که داعی در بلند نظری، در دوراندیشی مثل آسمان باشه، خیلی دور را نگاه بکنه. و سوم و الی الجبال کیف نصبت، به کوه نگاه کن. کوه چه وصفی در او معروف است؟ کوه معمولا مثل است برای استقامت. داعی در راه خودش، در مسیر خودش استقامتش مثل کوه باشه، تکان نخوره، چنین بیدی نباشد که از با هر بادی بلرزه. هر کسی گفت که از این به بعد حق نداری این کار را بکنی، زهر چشمی بهش نشان داد، بترسه، بلرزه، از یک علوی بترسه، از سلول بترسه، از تهدید بترسه. نه، در راه حق باید استقامت بکنه. باید اون وظیفه که احساس میکنه رب از من انتظار داره، اون وظیفه رو به پیش ببره،
گرچه با حکمت، با تدبیر، حکمت عملی باشه. رسول الله صلی الله علیه وسلم تا زمانی که در مکه بود هیچ وقت اعلام جهاد نکرد. الله این حکمت ها را و این مسائل را در نظر گرفت. حکمت باشه ولی عقب نشینی نه، استقامت. گاهی شرایط دعوت اجتماعی، اون شرایط نیست، دعوت انفرادی، دعوت سینه به سینه، چهره به چهره. لذا باید استقامت بکنه، مثل کوه باشه. و الی الارض کیف سطحت، زمین در چه وصفی معروفه؟ زمین پست و پایینه. داعی باید متواضع باشه، دعوتگر متکبر نباشه که دعوتش اثری نخواهد داشت. لذا مولانا عبیدالله سندی رحمت الله علیه که خودشون یکی از مجاهدان بود و یکی از دعوتگران بود، ایشون میفرماید وقتی که تو ای داعی، تو ای دعوتگر مثل شتر بودی در ساده زیستی، مثل آسمان بودی در بلند نظری دوراندیشی، مثل کوه بودی در استقامت، مثل زمین بودی در تواضع و فروتنی، الان فذکر، الان برو پند بده، برو مردم را نصیحت کن با این اوصاف، با این کمالات، با زنده کردن این شرایط. انما انت مذکر، جزی نیست که تو پند دهنده هستی. نفی مختار کل هم از رسول الله است، یعنی کارت پنده، دیگه چیزی بیشتر نمیتوانی بکنی. لست علیهم بمسیطر، تو بر اونها نگهبان نیستی که حتما از شما پرسجو بشه چرا اینها ایمان نیاوردند، چرا این به طرف کفر رفت، چرا به طرف شرک رفت. نه، نگهبان و مسئول اونها هم نیستی. الا من تولی و کفر فیعذبه الله العذاب الاکبر، استثناء منقطع است، الا به معنی لکن هست. لکن کسی که پشت بدهد و کفر بکند تو نگران نباش، اون حسابش با خدا. هر کسی که دعوت تو را قبول نکند حسابش با خدا. فیعذبه الله العذاب الاکبر، الله او را عذاب میده، عذاب بزرگتر. کجا؟ کی؟ ان الینا ایابهم، همانا به سوی ما رجوع آنهاست، همه برمیگردن به سوی ما. ثم ان علینا حسابهم، سپس بر ما هست هم حساب آنها. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. در سوره اعلا دو مضمون بود، یکی تزهیدن الدنیا بل تؤثرون الحیات الدنیا و یکی توحید بود. در سوره غاشیه تتمه اعلا بود و در سوره فجر یکی از مضامین سوره اعلی یعنی تزهید عن الدنیا اینجا بیان میشه. خدای عزوجل در رابطه با ناپایداری دنیا، بیوفایی دنیا و اینکه چقدر این دنیا واقعا بی ارزش است در این سوره بیان میفرماد. اما این سوره هم مثل بقیه سوره ها الله عزوجل به چند چیز قسم یاد میکند. والفجر، قسم به فجر. کدوم فجر؟ بیشتر مفسران گفتند فجر ذوالحجه، دهم ذوالحجه، روز عید قربان، روز مبارک. و لیال عشر، قسم به شبهای دهگانه. کدوم شبها؟ بیشتر مفسران گفتند شبهای آخر ماه مبارک رمضان، عشره اخیر ماه مبارک رمضان. الله از اینها، چون قرآن هم در همین شبها نازل شد، در شب قدر نازل شد، شب قدر در یکی از همین شبها است. لذا الله می فرماید و شفع و الوتر، قسم به جفت و تاغ. جفت و تاغ، شف جفت و تاغ. جفت و تاغ یعنی چه؟ گفتند اشاره به نماز هاست که بعضی ها جفتن 2 رکعت و 4 رکعتن، بعضی ها تاغن 3 رکعتی هستند. واللیل اذا یسر، و قسم به شب وقتی که می رود. یسر یعنی یذهب، شب که بره چی میاد؟ روز میاد. واللیل اذا یسر، قسم به شب وقتی که میره. واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر خواندیم. شب که میره کی میاد؟ صبح روشن میاد. لذا الله می فرماید هل فی ذلک قسم لذی حجر، استفهام تقریر است. آیا در این سوگند عبرتی هست برای
عقلمند، ذی حجر عقلمند را میگویند. آیا برای عقلمند عبرتی هست؟ بله، کسی که عقل داره باید از این سوگندها درس بگیرد. حال الله عزوجل درس ها را بیان میفرماید، تخویف دنیوی است. الم تر کیف فعل ربک بعاد، آیا خبر داری که ربت با عاد چه معامله کرد؟ قوم عاد، سبحان الله، چه قوم تنومندی بود. خود قرآن میگه ارم ذات العماد، اون عادی که یعنی قوم ارم، دو تا عاد هستند، عادن الاولا بهش ارم میگن، عاد اخرى قوم ثمود است. این همون عاد اولاست یعنی ارم. ذات العماد، اونهایی که دارای ستون بودند. یعنی چی دارای ستون بودند؟ بعضی گفتند که اینها یعنی خیمه داشتند و خیمه ایشون ستون ها داشت، نه این چادر سیاه شما ستون میگذارید و چادرها را نصب میکنی، خیمه ها را. لذا چون دارای ستون بودند، دارای به اصطلاح محلی گدام و تیر و میان تیر و این ستون ها بودند، به این خاطر به اینها میگند ذات العماد، دارای ستون ها، دارای تیر و میان تیر به اصطلاح، که اون ستونی که نصب میکنند برای چادر. چنانچه میفرمایند کانوا اهل اعمدة و خیام، دارای چی بودند؟ دارای ستون و خیمه و ماشیه. ماشیه یعنی گوسفند. سیاره فی الربیع، که در بهار مثل خیلی از مردم محلی ما که همیشه سیار هستن، نگاه میکنن کجا بهار بهتری هست اونجا میرن چادرشون را نصب میکنن. اونا اینطور بودن، به این خاطر خدا اینها رو میگه ذات العماد، دارای ستون. اما تفسیر درسترش که بیشتر مفسران گفتن اینه که نه، اینها هر یکی چنان قدهایی داشتن که مثل ستون بود. ستون، چون که الله عزوجل میفرماید وقتی که افتادند کأنهم اعجاز نخل خاویه، اینها مثل تنه درخت خرما که از ته خالی و پوسیده بشه و قد 10-20 متری داره، چطور روی زمین افتاده. اینا وقتی که الله اینا را هلاک کرد همینطور افتادن، پس خودشون مثل ستون بودند. پس این که مثل ستون بودند یعنی خیلی قد آور، خیلی تنومند. مثل این قوم هیچ قومی آفریده نشده، خود قرآن میگه. الله میفرماید ارم ذات العماد، آن قوم عاد یعنی ارم که دارای ستون بودن، یعنی قدهایشون مثل ستون بود. التي لم یخلق مثلها فی البلاد، آنهایی که مثل آنها در این شهرها آفریده نشده، چنان قوی و تنومند بودند. الله میفرماید میدونی رب با اینها چه معامله کرد؟ و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، و همچنین نمونه دوم ثمود، قوم ثمود، آنهایی که تراشیدن صخره‌های و کوه‌ها را بالواد، در قریه ها. واد یعنی القرى، در قریه ها اینا میرفتن برای خودشون خانه درست بکنند. علاوه از این که اینها برای خودشون برج درست میکردند، برج هایی که در واقع نماد اونها بود. غیر از اون برج سازی میرفتن دل کوه را میتراشیدند و برای خودشون درست میکرد، از بس که خدا به اینها قدرت بدنی داده بود. لذا الله میفرماید اینها را آیا دیدی؟ این نمونه ها را خبر داری؟ خدا با این انسان های نیرومند، ما برای یک لحظه چشم ها را ببندیم و این اقوام را تصور بکنیم. یک روز اینها روی زمین آباد بودن، اینها حرف اول را می زدن، اینها مغرور بودن، اینها تنومند بودن، اثری از ما نبود. امروز اینها به عنوان یک افسانه هستند. یک روز میاد که ما هم به عنوان افسانه، هیچ که ما را نمیشناسه، حتی اولاد ما اسم ما را نمیدونن. چنانچه ما اگر پدر بزرگمون یکی دو تا را میدونیم، بقیه را نمیدونیم کی بوده. پدران خود ما را نمیشناسیم. لذا همینطور که اینها امروز نام و نشانی از اینها نیست، فقط در حد یک اسم. این دنیا همینه.
الله می فرماید و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد. آیا میدانی که ربت چه معامله کرد، چه برخوردی کرد با ثمود؟ قوم ثمودی که تراشیدن صخره را در روستا. و فرعون، نمونه سوم، و فرعون ذی الاوتاد، و اون فرعونی که ذی الاوتاد بود، دارای میخ. اوتاد و تد میخ را میگن. فرعون چطور دارای میخ بود؟ این دو تفسیر کردن. بعضی گفتن ذی الاوتاد کنایه از استحکام ملک است، کنایه از استحکام ملک، یعنی چنان ملکش قوی بود، مضبوط بود، پادشاهیش احتمال نداشت فرعون سرنگون بشه. معمولا شما یه جای چادری گدامی نصب بکنید، هر چی که اوتاد بیشتر بشه، خیمه را نصب میکنید، هر چی که میخا بیشتر بشه اطراف میخ میزنید و بندها را به اون میخا میبندید، این مستحکم تر میشه. اگر اون بندها کم باشه زود باد خراب میکنه، اما از هر طرف 10 تا 20 تا ببند دیگه هر طوفانی باشه این خراب نمیکنه. معنیش اینه که فرعون ملکش اینطور ذل اوتاد و اینطور مستحکم بود، اما الله چطور خرابش کرد؟ اثری ازش نماند. و بعضی گفتن ذل اوتاد به این خاطر فرعون را میگن چون شکنجه فرعون به وسیله میخا بود. سیده آسیه رضی الله تعالی عنها را که زن فرعون بود و به موسی کلیم ایمان آورد و مادر موسی بود، موسی را او نگه داشت به عنوان فرزند خوانده و پسر خوانده. وقتی که فرعون متوجه شد که این به موسی ایمان آورده، این را به وسیله میخا شکنجه داد. یعنی این را روی زمین خواباند، 4 دست و پایش را به 4 طرف به میخا بست و بعد گفت بزنید. این را زدند. الله عزوجل در قرآن مجید واقعش را ذکر کرده. اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنه. وقتی که در اون شکنجه ها درد میکشید، این دعا و مناجات را میکرد. اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنه. بار الها برای من یه خانه در بهشت خودت درست کن، من برای اونجا امیدوارم. و نجنی من فرعون و عمله. مرا از فرعون و از این شکنجهش نجات بده. و نجنی من القوم الظالمین. از قوم ظالم مرا نجات بده. این آسیه به وسیله میخا، به همین شکلی که بنده عرض کردم بعضی مفسرین تفسیر کردن، چون روش شکنجه فرعون چی بود؟ با میخ بود، لذا قرآن بهش میگه ذل اوتاد، دارای میخ. مثلا امروز خیلی از ستمگاران دنیا هستند که ظلم میکنن، ستم میکنن، بعضی از شکنجهگاه ها لو میره. مردم وقتی که اونها را چی میکنن؟ اونها را میخوان بیشتر رسوا بکنن، اسم اون شکنجهگاه ها را میبرن. مثلا آمریکا را میگن که تو ادعای حقوق بشر نکن، تو ابو غریب را داشتی. ابو غریب واقعا رسوایشون کرد. چه شکنجه های اونجا بود. یا عرض کنم که بقیه بندگاه هایی و زندان هایی که مسلمان ها را، اهل ایمان را اونجا در شکنجه نگه داشتند و مثل حیوان نگهداری میکنند. لذا به این خاطر فرعون چون این شکنجه را میداد بهش ذل اوتاد میگفتن. لذا الله میفرماید الذین طغوا فی البلاد. اینهایی که هر سه گروه، میدونی با اینها خدا چی کرد؟ هم قوم عاد، هم قوم ثمود، هم فرعون. الذین طغوا فی البلاد، آنهایی که در بلاد طغیانگری کردند، سرکشی کردند، ظلم و فساد کردند. فاکثروا فیها الفساد، در این زمین زیاد فساد کردند. فصب علیهم ربک صوت عذاب، رب بر اونها ریخت، یعنی نازل کرد صوت عذاب، تازیانه عذاب را. الله اونها را با تازیانه عذاب زد. اینا را الله عزوجل تار و مار کرد. لذا هر یکی عذابشون در سوره های متعددی از قرآن ذکره.
خدا چطور عذابشون داد؟ به وسیله باد بر عاد وزید سخرها علیهم 7 لیال و 8 ایام حسوما، 7 شب و 8 روز پی باد و طوفان. یا اینکه فرعون را غرق کرد، ثمود را به وسیله صیحه و زلزله و رجفه از بالا و پایین الله عذاب داد که همه به تو خانه هایشون به دهن افتادن، به زانو افتادن. الله می فرماید ان ربک لبالمرصاد، این مخصوص اونها نیست، رب تو همیشه در انتظار و در کمین هست برای ظالمان. هر شروری، هر مفسدی، هر ظالمی که ظلم و ستم بکند 4 روزی اسبش را میتازد، اما رب در کمین او هست، به وقت رب او را مؤاخذه میکند و به کیفر اعمالش او را میرساند. حال الله عزوجل زجر و توبیخ برای انسان بیان میکند. انسان ضعیف، ببین سبب مرض انسان را هم اینجا بیان فرموده. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه، اما انسان هرگاه رب او را مبتلا بکند، یعنی آزمایش بکند، امتحان بکند. گاهی الله ما را با نعمت آزمایش میکند، گاهی با مصیبت. فاکرمه و نعمه، او را اکرام بکند رب، و نعمه، او را نعمت بده، او را مال بده. فیقول ربی اکرمن، او میگه رب مرا اکرام کرده. و اما اذا ما ابتلاه، اما وقتی که الله او را امتحان بکند، فقدر علیه رزقه، رزق را بر او تنگ بکند، فیقول ربی اهانن، میگه رب مرا اهانت کرده. ببینید مگه چیز بدی میگه؟ خب اونجا که نعمت داده خب رب داده، اینجا که نعمت گرفته هم رب گرفته، این که شرک نکرد. اصل اشکال اینجا نیست، اصل اشکال اینه که ما انسان ها فکر میکنیم که عزت و ذلت با ماله. کسی که خدا بهش داده میگه خدا مرا اکرام کرده، کسی که خدا بهش نداده میگه خدا منو اکرام نکرده، منو ذلیل کرده. این غلطه. اکرام با مال نیست، ذلت با ناداری نیست. اکرام اون انسانی مکرم است که ایمان دارد، تقوا دارد، مال دارد یا ندارد، کاری نداریم با اونش. و ذلیل اون انسانی است که شرک میکنه، کفر میکنه، تقوا نداره، معصیت میکنه، چه داراست چه ناداراست. بسا افراد هستند که دارند، الله بهشون مال داده ولی ذلیلند چون که دین ندارند. بسا افراد هستند که نادارند، الله بهشون چیزی نداده ولی عزیزند، اکرام دارند. چرا؟ به خاطر اینکه دین دارند، تقوا دارند. و بسا افراد هستند که دارا هستند، عزیز هم هستند چون دین دارند. و بسا افراد هستند که نادار هم هستند، ذلیل هم هستند چون هم نداره هم دین هم نداره، پول هم نداره دین هم نداره. پس اصل من و شما باید این را از ذهنمون بیرون کنیم که عزت و ذلت بر ماله. نه، باید عزت و ذلت را بر اعمال بدانیم، بر ایمان بدانیم، بر اخلاق بدانیم. لذا اشکال اینجا این است که در حالی که مدار عزت و ذلت مال و سرمایه نیست، بلکه اطاعت الله و معصیت الله است. یعنی عزت اطاعت الله، ذلت چیه؟ معصیت الله. پس این انسان نمیدونه اذا مبتلاه ربه، الله او را امتحان میکنه، پس این امتحانی است، این عزتی نیست. فاکرمه، بظاهر او را الله اکرام میکند، و نعمه او را نعمت میده. فیقول ربی اکرمن، میگه رب مرا اکرام کرد، به من شخصیت داد. نه، شخصیتت با مال نیست، شخصیتت با ایمانه. این امتحانی است. مال چیه؟ امتحان الهی است، بستگی در موفق میشی یا ناموفق. و اما اذا ما ابتلاه، اما زمانی که او را الله امتحان بکند، فقدر علیه رزقه، رزق را بر آن تنگ بکند، فیقول ربی اهانن، میگه رب مرا اهانت کرد، مرا ذلیل کرد. نه،
اینطور نیست. عزت و ذلت عرض کردم با ایمان است. حال الله عزوجل یکی از امراض ما را بیان می فرماید. یکی از امراض عرض کردم برای نجات دو چیز لازمه. یکی التعظیم لامر الله، امر خدا را همیشه تعظیم و احترام کن، یعنی دستورات خدا را بجا بیار. دوم شفقت علی الخلق، بر خلق ضعیف شفقت داشته باش. الله می فرماید کلا بل لا تکرمون الیتیم، حق این است که شما یتیم را اکرام و اعزاز نمی کنید، به یتیم رسیدگی نمی کنید. ولا تحاضون علی طعام المسکین، شما تحریک نمی کنید، تشویق نمی کنید هم دیگر را بر طعام مسکین. و تأکلون التراث اکلا لما، بعضی از عیوب ما را الله بیان میکنه. خدا ما را از این مریضی ها نجات بده. الله می فرماید مال میراث را شما می خورید اکلا لما. اکلا لما یعنی خوردن همگی با هم، جمیعا. لما یعنی جمیعا. در میراث خودت هم سهم داری، اما مال صغیر را با مال خودت همراه میکنی میخوری. تو این گونه هستی ای انسان. لذا نه اینکه به یتیم نمیرسی بلکه حق یتیم را هم میخوری. و تحبون المال حبا جما، و مال را دوست داری حبا جما، حب زیاد. ببینید در تفسیر لمن نوشته اکلا لمن. لمن یعنی ذا لمن و هو الجمع بین الحلال والحرام، جمع بین حلال و حرامه. یک بخشی از این مال تو هست، یک بخشی مال تو نیست، همه رو میخوری، پس اون حلال خودت را هم حرام کردی. و کانوا لا یورثون النساء، این عادت اگر هنوز هست از بین ببریم که این مال جاهلان هست. می فرماید که به زنها ارث نمی دادند، ولا الصبیان، به بچه ها نمی دادند. و یأکلون تراثهم مع تراثهم، میراث اونها را با میراث خودشون بالا می کشیدند، می خوردند. و تحبون المال حبا جما یعنی حبا کثیرا شدیدا مع الحرص و منع الحقوق، یعنی حریص هستید شما، دیگران را حق نمیدید، فقط من. لذا این صفات بسیار بد است، باید انسان به حق خودش قانع بشه. کلا اذا دکت الارض دکا دکا. سبحان الله، الله ما را میترساند از صحنه های آخرت. ای انسانی که چنین مال حرام میخوری، خبردار زمانی که کوبیده میشه زمین، کوبیدنی، چه کوبیدنی. زمین را الله عزوجل با کوها به هم میزند که زمین، هر چی که روی زمین است صاف و صوف میشه. در زمین لا ترى فیها عوجا ولا امتا، نه کجی هست، نه کوجی هست، نه برآمدگی هست، نه پایینی هست. و جاء ربک والملک صفا صفا، وقتی که زمین صاف و هموار میشه، روز قیامت برپا میشه، جاء ربک، ربت میآید برای حساب و کتاب اونطور که لایق هست. والملک، و همه فرشتگان میآیند، صفا صفا، صف بسته پشت سر هم، صف به صف. همه فرشتگان میآیند تا دستورات رب را اجرا کنند. وجیء یومئذ بجهنم، در آن روز جهنم را میآورند، آماده میکنند. جهنم آماده باش میشه. یومئذ یتذکر الانسان، الله می فرماید در اون روز انسان بیاد می آورد، در اون روز انسان پند حاصل میکنه، تذکر. ولی و انا له الذکرى، چه فایده، چه فایده از این پند. اینجا دارالجزاست، اینجا دیگه دارالعمل نیست. ای انسان بیچاره، اینجا که الان بیاد افتادی، الان متذکر شدی، الان پند گرفتی، الان دیر شده. باید در دارالعمل میکردی، در دار دنیا میکردی. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، این بیان یتذکر است. الله می فرماید این انسان میگه کاش من برای این حیات من یا در حیات دنیای من چیزی قبل از خودم میفرستادم،
کاش نمازها میفرستادم، کاش روزها میفرستادم، کاش صدقه های بلا ریا میفرستادم. هیچی نکرده، اونجا الان کاش میخوره، حسرت و افسوس میخوره. الله میفرماید فیومئذ لا یعذب عذابه احد، در اون روز عذاب خدا را هیچ کسی نمیتونه بده اونطور که الله عذاب میده، اونطور که الله مؤاخذه میکنه. مؤاخذه مردم دنیا اونطور نیست. ولا یوثق وثاقه احد، و همچنین گرفتار نمی کند، نمی گیرد، مؤاخذه نمی کند گرفت الله را هیچ کسی. الله که بگیرد سخت میگیرد، دیر گیرد سخت گیرد مرد تو را. شاعر میگه تو مشو مغرور بر حلم خدا، مغرور نباش که خدا حلم داره، من و تو را نمیگیره، مهلت میده. هرچی گناه میکنیم میبینیم خبری نیست. الله میگه، شاعر میگه الله که بگیره دیر گیرد سخت گیرد مرد تو را، سخت میگیره. اینم میگه ولا یوثق وثاقه احد، گرفتن خدا را هیچ کسی نداره، طور سخت نمیگیره. پس انسان اونجا متنبه میشه، اونجا متذکر میشه. اون تذکرش فایده نداره، ولی رب برای ما در قرآن بیان کرده که ما از همکنون متذکر بشیم، از همکنون به فکر باشیم، نه حق خدا تلف بکنیم نه حق بندگان خدا تلف بکنیم. همین دو کار خیلی آسان. خدا نگفته شب و روز نرو کار نکن، همینجا تو مسجد سجده بکن، نه، تکلیف ما لا یطاق نمیده. الله میگه به حق، به حقوق قانع باش، حق خدا را ادا کن، نمازت را بخوان، معصیت نکن، حفاظت کن خودت را از گناه، حق بندگان خدا را نخون، حق یتیم، میراث، حق زن، حق مشتری، حق بایع، حق همسایه. لذا الله می فرماید یا ایتها النفس، حال این بشارت است، در پایان سوره مژده هست و بشارت است برای نفس مطمئنه. بنده در سوره قیامت تقسیم کردم نفس را به 3 قسم: نفس لوامه، نفس اماره و نفس مطمئنه. گفتم که لوامه بین بین هست، اما نفس اماره خوراک جهنم است و نفس مطمئنه میزبانش بهشت است. نفس مطمئنه اون نفسی هست که شما اینقدر نفس خودتون را عادت بدید برای ترک گناه، برای انجام طاعت و عبادت که آخر خوگر بشه. لذتش در عبادت است. وقتی که عبادت میکنی آرام میگیره، نزدیک گناه قرار میگیره حالش خراب میشه. اینطور بشه. کسی بود، یک انسان صالحی بود که گاهی صدای گناه میآمد حالش به هم میخورد، گریه میکرد. صدای موسیقی میآمد حالش به هم میخورد، در حالی که طبعا انسان دوست داره، موافق نفس انسانه. اما یک انسانی نفس خودش را اینقدر کار کرده که بهترین لذتش در کجاست؟ در 2 جا. یکی زیر شمشیری که در راه الله شهید میشه، این نفس واقعا مطمئنه. صحابه رسول الله چی گفتن؟ برای مشرکین پیغام دادن، سوگند خوردم به خدا که ما زیر این شمشیرها که کشته بشیم و شهید بشیم، لذتش برای ما از اون شرابی که شما میخورید خیلی بیشتره. این نفس مطمئنه. و یکی در نماز شب، یکی در نماز شب، وقتی که انسان نماز شب میخواند و لذت عبادت و حلاوت و شیرینی مناجات با پروردگارش را انسان احساس میکند و احساس میکند که چه پشتیبان قوی من دارم، ربی دارم که مهربانه، این دنیا هم تضمین اون دنیا هم تضمین. لذا این نفس مطمئن میشه. این نفس اون وقت آرامشش در طاعت و عبادت. اگر شب خواب بره زار گریه میکنه، نمازم فوت شد، چه نعمتی بزرگی از من فوت شد.
لذا نفس مطمئنه این عزیزان که انسان چنان خوگر طاعت بشه که احساس میکنه، نه مثل ما. الله درباره منافقین میگه، میبینیم این صفت در ما هست، اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا، وقتی برای نماز بلند میشن کسل بلند میشن، احساس میکنه باری هست. بعضی وقتا ما میریم نه یه جای دعوتی سفری جای، میگه زودتر نماز بخوانیم که راحت بشیم، اینطور میگیم نه خود ما هستیم دیگه میدونیم، یعنی باری هست احساس میکنه، در حالی که نفس مطمئنه راحتش در نمازه، اون در نماز راحته، خارج نماز ناراحته. ما میگیم زودتر بخوانیم، در سفریم ذوق زده هستیم که 2 رکعته. بعض ملاها میپرسیم سنت هست، میگن نه بخیر بیشتر خوشحال میشه. لذا این نفس مطمئنه نیست. نفس مطمئنه اونه که انسان واقعا احساس میکنه در طاعت خدا، در بندگی خدا، در اوامر خدا انسان راحته. این نفس مطمئنه را الله میفرماید یا ایها النفس المطمئنه، ای نفس مطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه، برو به سوی پروردگارت در حالی که راضی باشی، هم تو راضی هم مرضیه، هم رب از تو راضی، هم راضیه باش و هم مرضیه باش. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اون بشارت اول اعلام رضایت، بزرگترین بهشت انشاءالله برای ما بهشت مادی نیست، بهشت معنویه. بهشت معنوی چیه؟ و رضوان من الله اکبر، رضایت خدا. خدا اون ساعت که اعلام بکنه بنده من از تو راضی، این بالاترین افتخار. و رضوان من الله اکبر، هر یکی از ما سعی بکنیم رب از ما راضی باشد. و راضیتا مرضیه، تو خودت هم راضی باش و رب از تو هم راضی. اون بهشت روحانی هست، این بهشت جسمانیه. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، در بندگانم همراه با بندگانم، فی عبادی ای مع عبادی، یا در زمره بندگان خاصم، یعنی با احباب، با دیکان، با صالحان، با کسانی که دوستشون دارید و الان نامشون را میگیرید، چشمتون اشکبار میشه، برید با اونها همراه بشید، از بس که اونها را دوست دارید و از اونها جدا شدید. لذا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، الله میفرماید بهشت من را داخل بشید. این برای انسانهای مطمئنه هست. الله عزوجل همه ما را دارای این صفات بگرداند. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.